احوالش با زیر نشه انشالله همه خوب میشه ولی پاکات سوز میکنن انشالله. بچه این کمتر چیزه سلام علیکم خواری ما چه خیلی سوزی اپا جان همه دیگه تنجین یک بار دیگه سلام ها ما چه خیلی خوار جان سوز تنج ما اوجا گب زدم و گفتم بیا قطعی سلام علیکم با چیزی که هسته دارم اینجا گب زنیم که مردم حقیقت رو ببینن این خوار چکو کنه خوار جان تو چکو کنه کو بیا خیلی خودت گب زای مادرت نپرد مادرت ها کو خوار جان گب زد چکو کنه تو ماما ایو مکجون مقصد تبوبت شونده های تبوبت شونده های تبوبت شونده های ما یک بار اپیراسیا کردیم دیگه دیم بوره سیم بورش زورمون نرسید 21 ساله شده از روز دیگه میخواه که راه بگرده آنگوش هم میبینه حواسش میکنه همین کلیس کدر میبرویه تو یکم سریت که میره و میگه هر ادمی که اردمش میکنه از قلوزش ایپیش بوی دوده هر دوره آنگوش خودش شنویش کمای بینویش کمای ها ای بچه ها من خچگاه ساده مرا نشنویسته بود این بو مایده مونه ای سوزه یا؟ سوز یا؟ این پسپتیه دوره باید اپیراسش کنیم هر سولی را اپیراسا میکنیم برادره خیلی خواه یوردمون میکنیمش اپیراسا یک بو بعدی رمضان موندگه ورچ نیسته حوزی بعدی رمضان شلو اینو باید میکنیم این طرف مردونگیش گشکوف دوره امی کودک ها؟ این مایده چند فرزند دارین اپا؟ 5 تا این بچه دتاش هم خیلی کساله؟ دتامون هم خیلی ایش اکم مایبه که یکم گروه های زو ایرا مویا برا پیرات کردیم نه که توبت شونده ما را گفتن که باید اینه به جلکوی پوشا باید پیرات کنیم را بوی کنیم ما دیگه زورمون نرسید حاضر او بچه بعدی بدگی او هم 2004 دینای بانی سوال مش روستیگه گایماری چی دست باید بینیش اپیرات سکنی میگه هم منجور زردو گرفته است دینه دورو در موش خیلی گرفتم اومدم خیلی درمون خدا برم که همه هیله میکنیم که ما کوارتیرا پولی میتیم زو ایجورش شینیم ایجا کوارتیران تینو دا ایجا ایشا توبت میکنم نوبت ایشا توبت میکنیم به همه قرض قبلا با هم خیلی با خیلی دختر من یوردم میکنم در مسلمانی هم برادرهای خیر خو همه کرده بشوی میشناسانش موجه همه میدوننش 21 سال شد نیسو مدت دروی بلنی چند خشی دایجه شدگی نپا؟ 10 سال 10 سال شد همون خونه شدگی؟ نه یورده هم سال پر نقرقم دودن مقصد میفروشم اسم میکنم گفته با خیلی برادرهای یوردم کردن پیشکی سومی کوارتیرش دادیم 1 سالش با این سال اومدم خیلی مکرد که من میفروشم در اسیا خونه میگیرم 22 با چی فکر کرد که اگه مهم برات خیلی خدا برکت شده خب خواهر جان چیکار کرده پاد کار نمیکنه مامای بومکه اوزا چی نکه گریه نکه خواهر جان ولی سوز میشه ولی زندگی ای پیش میتونم وقتی اپیراسش کردیم به تنها جبول میروه میروی خودش ای مادرزاد نیستم هیچ کوکت که خیلی شد واکسین یک سوالی اکول میکنم چریبنشون بالان بدگی اما وقت نسنجیده اکول کدگیم هر دشه هم بچه من هم ایره بچه من اول راه نمیگشت نه راه گردیش سوز شده است گبزنیش کمتر بهتر شده است نه بچه من 20 ساله یک سینفی نه میخونه دامو سین سال خودش نیسته در عقل باید نه که الحمدلله 5 وقت نمازش میخونه خدا باشه حوضی من چی رفته یک ای وقت همی یک دو هفته اخیر فقط همی دخترکوی هم خیلی یا ششکا 18 20 هم خیلی خطیبا خورده هر گم میگه در بعد کامنتاریو مثلا ایران ما در خونه من میکنم خطیم جنگ میشه و اصابش نمیپره دیگه خونه رو میگه ای اپا جان او هم یاد نتی نه خیلی دمی هست با میگه که اینا بیرون میبره دخترشو خانه که که گرمه خیلی بجه دیگه نمیفهمم میخواه که بیرون بره میخواه راه بگرده امروش ببینه
دختر بودم این هم عروسی هم خواهر جان زیغ نشه خواهر جان زیغ نشه انشالله همه خوب میشه ولی پاکات سوز میکنن ولی انشالله شاید یک نفر زنگت بزنه که بگی پول نی همی لیچنی همی را بگردن بگیره پا میشه واقعا میگم که او میشه برای من میره چون کورپس باید سکردم گفت که ما گارانتی میتونیم که 80% بخش میشه راه گردیش دیگه ما زورمون نرسیده و سیگه پاپیرت ده در پاپیرت دیگه باید بکنیم زورمون نمیرسه همی پا اوزی حرکت میکنه یک بار ما نشون داده میتونیم اپا دنوار همی حقیقت حال مردم ببینم نه اپا خواهر جان اگشتا میتونی اگر وزوین باشه چیز نک خواهر جان اگر وزوین باشه انشالله بقوت ای انشالله خواهی ما بقوت ای اینا می قپیش بعد می روان چه می روان احوالش بس خواهر جان بشی خواهر جان بشی خطا غم نتی پیدر پای فیزیچه دوره باید بکنیم روستیگه بزرمون نمیرسه بخواهیم یعنی تا حرکت میکنیم نمیشه مکتب خون دور میسو اینش تیز کسال میشه گپت پاکیه دوره باید نبادی رمضان یک برادر خیر خوب خیر بکلا گرفتگی پیرسشه سیمه پیرسشه خوار ما؟ نه بچه جون ابراهیم دوره؟ ای مالادیس ابراهیم مالادیس اوچه تقام نمیتی خی؟ مالادیس قند تا بزن خی ای خوار ما چی نم داشت؟ ماهین بانو ایخ چم بانو ای دخترک اخشراکی ای انشالله خوار جان هیچ وقت در زندگی ناامید نشه شاید هم یک نواری ما سبب شوه و زندگی تا تغییر بیاد تماما دیگر شوه انشالله همش خوب میشوه نورو رو تماشا میکنی؟ چند قشی تماشا میکنی نورو رو؟ یه هفته دو هفته ما را میبینی؟ خواهن تازه خیلی زیت میشوه ما بسیار خواستم که بخواندمش به همه خاطر دیگه خب برادرای عزیز دیدین این خوارک عزیزی ما خیلی احوالش بد بود استه در ماه مبارک رمضان فرصت عیدس نتین این خوارک چهره پری ما را خرسند کنین برادر جونا و خدا قسم برادرها در ماه مبارک این نیازمندایی که ما شما در نشان دادیسم برادرها حتی ما این تاریخی گفته با دلپری میتونم که در همه ماه مبارک رمضان یک دسترخوان سوز ندارم بخورن باور میکنین برادرها خب بعد بیرون میبروی چی دا میبروی کلیسکا دا کلیسکا دارم یک برادری خیلی خوبش دستگیریش کرد یا بچه تری کلتکش گرفت فهمم ماشاءالله خان شازانه خیلی اما اکت یا دوامتی اما اکی که عروبت کرد عروبت داد پروردگار کریم همه اکیم شده خداوند نیمه ایمان همسویتونه آرزو مقصدی داره با آرزو مقصدش برسه این خیلی که به ما کرد پروردگار دوباره باشه در خودش بده پروردگار آمین بر مردم همین خواهش دارم که اکجا شفا بیو انشالله خواهر جان میشه زیغ نشه خواهر جان انشالله میشه اولی زندگی نو زندگی تولی نو سر میشوه هیچ گپ نه خواهر جان همش خوب میشوه یه اکویت که تماشا دارن اپوی که تماشا دارن اولی زنگت میزنن قطیت گپ میزنن فهمیدی خواهر جان قطیشون گپ زن هم صحبت شه قطیشون ولی هم قد اپوی خوبی هستن اکوی خوبی هستن که زنگت میزنن یاردمت میکنن انشالله باید چکو کنی اپا جانی دختر تا؟ همین دختر من توبت کنم اپا بخیزم تقریبا چند پول در کوره در طبیعت توبتش؟ تقریبا نگفته اگه که چند پول میره ایره پوشا باید چکور کنن اپا؟ اپیرتسش میکنم اپیرتسای چی؟ پوش اپیرتس میکنم رگوشاوی میکنم ایروز اپیرتس داره ایجاش تروی پوش تو هم جوی کدگه این خیلی اوهان پوهان نمیمونه نه؟ نه اپولیش هیچ نگفتم وقت آفرین کسری بانی قینه ای برادرات پیرتسش ما رو گفتن که پوشا میکنیم مورشت نکمتر گفتن بیم بورش قریب تا 15-20 هزار هم خیلی برای دارو در هم خیره پیرتسش نه
فقط دارو درمانش ایره قیمته بدنم فیزلیچه باش قیمته مساجش قیمته مساج میکنی نه؟ یکی مساج رو میدونم تیز میبری مساج میکنی مساج در خونه میام مساج سویتش میکنم خب میکنم من چه نیزو رسیدگیم خیلی انشالله همش خوب میشه خواهر جان زیغ نشه ولی با میشینی با نوار خیتا تماشا میکنی ولی خسان میشه اکات ولی زنگ میزنن در کامنتاری ها دقیق دعا میکنن من سال پیش کرده بیم نوار سال پیش نوار کردیم خدا با شکر جهان گیر کردم و بچه ما توبت کردم ایشه یک مدرسه شک زماندم ایشه توبت کردم من فیزلیچه گفتم باینم پولی کوارتیرم ندادیم 6 ماه ندادیم خیلی یردم کنیم در مثلا ای اوزقم ای همه چی میکنم خواهش من قطعی ای هم برادرای مومنی مثلا که یردم کنم من فرزنده کنم تن شد شاید باشه توکل سرپناهم بخدا نمیتونم بیاگم رو کل کردم برومده راستی رفتم شوهر نیسته یا پا؟ هرش نه راستی رفتم کردم دوتا بوده که این برده نگاه کنید هرش رو دگشت آمد در کازا نه؟ نتونستم برای که یه به سرپناه موندم به سوز موندم در اینجا شب روز خوب نبودم فقط تلفن میکردم همین 8 روزه رفتم دو بودک میداره نگاه میکردم موام وردم داون این ولید بدم دیگه همونجا نتونستم گفتم که از جام ناز بدم آدمای خوب بدن بودم به سرپناه موندم بچه هم یورا دیگه هیچ کی نگاه میکنن دایی؟ هیچ که نگاه آن که مادر بغیر مادر دیگه اگه کس نگاه کردن نمیتونه من برای دستم اینجا رفتم نمیتونه یکم جو برای ایره سرش بی ایره لباس بی ایره پشوندم بروادن با عصب ای گپ زدن راه گشتم نمیتونه برای همسویون میدونن که من خیلی مقصد وای میکنم روزش میشه که جنگ میشه و قطعیم روزش میشه و که عصبش نمیبرد رو در خونه قطعی اکاردو داروش سوز نمیگیرد یعنی خیلی قفه باید توبت کنم میگم من هم بود اوزی اپا جان شوهرتون جوده اپا؟ موجودوی چند سال شد 13 گودکورا نگاه میکنه؟ نه او هم شرایط نداره علمین نمیته؟ نه کدگی نیستم علمین من یک دختر من پنسه کدگیم تمام بچه من پنسه کدگی نیستم برای زورم دیگه نرسیم خیلی به هر حال بعد امکان یک کم هم باشه مثال میداد خوب میبود که خرما 500 سومی هم که هرما میداد یک چیزک نمیشیدم او خود شرایط نداره نه زورش برسه گفتگی هم بتونم میان یادمش ببینم میکنه خبر میگیره گودکورا؟ نه خبرشو گرفت 2-3 بار نکی اگه او هم تری شرایطی نداره که بیام مطمئن کنه یا یه پول کوارتیرم اومد بسیار به هر حال خبر میگیره گودکورا؟ همین 2-3 بار اومد همین نه اومدگی اومد دید رفت بعدی ما در مصفا بدگیم در کازان بدگیم خیلی انشالله اپا جان ما هم کوشش مونه میکنیم به مردم نشون میتیم که هم خواهر ما در همه جا زندگی میکنن اینجا کجای گفتی اپا؟ مرکز 29 در شهر دوشنبه پیش جلجه ما؟ نه خیلی میشه؟ پیش مسجد خولمشرف خیلی ندیدیم برادران مرکز شهر دوشنبه دارن آدمای دست بخیر اینا میتونین بین همین خواهرک منای پیش در ماه مبارک رمضان های پیش ببینین یک نمیدونم یک پدرکه یا یک خرسندی یا در ماه مبارک رمضان برادر ختون میدونین خرسند کردن یعنی نیازمندا هم خیلی کسلی و برادرها اجرش های پروردگار میگیرین خب اپا جان همه رقمایی که در روی اکران موندگین ای کیان؟ ای خود شاید؟ چند رقم بود؟ 007 224 900 224 900 خب برادرای عزیز این چی کرده داره؟ با چی داره؟ با یکون چیزی که پیواز کنین اپا با خوبه یوخی خوبه بد نیست فرق نداره از برگان با گوشه اگر میشه یا که امانت بانک فرق نداره یکون تاییدیگه قطعی که دارین یکون تاییدیگه نمروی ده پیوست باشه نمروی ده پیوست فرق نداره نمروی خیتم باشه امانت بانک در نمروی خیتم بگو اپا نمرو چنده 006 60 40 52 006 60 40 52 اینو فامیلتون چی اپا؟ من میرزای و شهلوی میرزای و شهلوی امانت بانک های ای شما چی بود؟ 007 224 700 900 خب значит دوشنبه سیتی نام فامیل چیه؟
میرزایبا ماهینبانو. اینا برادرای عزیز رقمایی که در روی اکران میبینین همین خواهرمونه ای مادرشون. برادر جونا میتونید زنگ بزنن. کدومش واتساپ داره پا؟ نمره ای واتساپ داره. ایه 900ش واتساپ داره. اینا برادرها میتونید زنگ بزنید خاطر خواهرم گپ بزنین. در این باره که رمضان این خیلی هست در نوروز ما خیلی حالت تمشید که آدمای ندارن با هر حال زنگ میزنن با دلتی میکنن میگه اگه سوم شید مثلا میپرتومد بعد میکنن با میکورن در همون حالت نداشته باشن با زنگ میزنن دلتی میکنن بعد که سوم شید بعد میپرتوینشون. الله برکت شما تا خیلی نوروز مودای خیلی کارو میکنن. با من خدمت زنگ میزنن که اکا در نوروز مقصد سهم خدمت چند قیمت میگذارن. خیلی برادرها فرصت ماه مبارک رمضان عیدس نتین در ماه مبارک 1 تونه 10 کنین 10 تونه 1000 کنین. خب یک کف دعا خواهر جان یک کف دعا بده آدمایی که یاردمت میکنن ولی زنگت میزنن ولی هم قبل زنگت میزنن که بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند کریم کسی که در این ماه مبارک نما خیر میکنه خداوند کریم 2 برابر 3 برابر شده خودش بر بیاره. الله اکبر. خیلی ندیدین برادرها ویدیو را لایک بزنین برادرها در کامنت ها دعا کنین در حقشون زنگشون بزنین خدشون هم صحبت چین برادرای عزیز. الله خیر و برکت هم آدمای دست به خیر زیاد کنه. به طرف نباشین برادرها به طرف نباشین. عزیز کسایی که خانه خرن در شهر کلاب در محله خط راه تماشا کنین برادرای عزیز در خانه ای که اینمی بیخ سر میشه برادرها یعنی لو خطی نیو که اینمی جا میتونه که دروازه تا بزنید نیو که این قدر جای خالی مونده میتونه که جواب یک غلط چیز دیگه بکنید. انا که درام بیارید برادرها نیو کنید اینا دو خونه برک کرده برادرها دو تا خونه برک کرده یا درش نمی بکنید برادرها. این موبایلش مثلا 4 خونه درجه برادرها 4 تا خونه یک از شباب که شرایط که نداشتن دیگه نکردنش این تیار رو میگیری فصلش تیار رو میگیری در شخص رو میکنی 4 تا خونه برادرها و یا این موبایلش هم چی کرده یا که برادرها او هستن اینجا با اگرات برادرها اینجا اوجا خونه بانیه برادرها ببین انا که خونه برکشان میره میبینی یوکنیم کسایی که خونه خرم برادرها عزیز یعنی خونه 170,000 ده صحبت میکنه با برادرها عزیز. کسایی که خونه خرن شرایط خونه رو یوکنیم برادرها که همه چیز دوسلوبی هستن همه چیز دوسلوبی خونه هستن برادرها نه دیگهش که خیلی چی داشته نه خونه که مثال با زندگی میکنم برادرها عزیز یوکنیم نه یک کوخنی های دیده برادرها یک کوخنی هایجاش اینجا با پیچکه دارن یا علو همان اشتیاق اینا کوخنی ها و کلتور که خشواک های اینا خونه دیمگیش های نه خونه دیمگیش های دیده برادرها نگاه کنید اینا خشواک های اینا دیدین اینجا با تلویزر پیش جوی تلویزر همه اینا کانسانی پانسانی تمام چیز هسته برادرها عزیز دیدین شرایط خونهش خیلی های اینا اومد اینا کسایی که خونه خرم برادرها اینا مرحمت که از سبب که سوید نیسته برادرای عزیز اینا خشواک چیکار شدگی اینا از سبب که سوید نیسته برادر طوری که اگر خونه به حد بازی باشه خونه خش رو فاسون اینا مرحمت میتونه که دیگه گفت اینا کات دورن اینا خونه خرو مرحمت کنین 170,000 سومون در لحظه راه برادرها درآمدش ده امیک بگیم یک 300 متر میدروه یک 300 متر میگم استغفر الله یک چند متر یا 5 متر رو میدروه برادرها یک 40-50 متر رو میدروه در خونه میدروه ای گلاو نیرا اینا دیدین برادرها مرحمت کنین خونه خرو مرحمت کنین بیاین این خونه بگیرین اینا حوالی را دیدین ختون رقمات از زنگ بزنین برادرها صاحب خونه قد صحبت کنین 170,000 با صحبت داره برادر عزیز.